روز 15 август طالبان نظارت پورای پایتخت افغانستان کابل را اعلام کردند. وزارت کارهای داخلی افغانستان اولین شده درباره حمله طالبان به پایتخت خبر دادند. پس از این طالبان اظهارات پخش کردند که آنها قصد حمله به شهر را ندارند. طالبان اینچنین وعده دادند که برای خواهشمندانی که شهر را ترک میکنند مانع‌گری کرده نمی شود. از دست دادن نظارت بر کابل را واقعا اجرا کننده موقتی وزیر کارهای داخلی افغانستان عبدالستار میرزاقول اعتراف کرد. حمله به کابل نخواهد شد. تغییر قدرت با راه آسایشته می‌گذرد، گفت او به تولا نیوز. من بر این است. تقریبا شام همان روز اشرف غنی از مقام پرزیدنتی استعفا داد. بنابر نوشته از پلوس غنی استعفا داد و به تاجیکستان پرواز کرد و از آنجا قصد دارد به کشور سیوم برود. مسئولیت مشتایست نراجع که دیلک وست. راهبریت طالبان در اساس قانون‌های شریعت از تأسیس امارت اسلامی خبر دادند. وضعیت را به تحریریت خبرها بلاگنویس تاجیک عبدالله عباسوف چنین شرح داد. چطوری که می‌بینیم امروز تمام جهان از جریان این حادثه ها به تشویش آمده است. بیشتر تحلیلگرها و سیاستشناسان فکر خود را بیان می‌کنند در این خصوص. یکی از همین گونه تحلیلگران متخصص آید به آسیای مرکزی ارکادی دوبنوف اظهار نمود که طالبان این تمام افغانستان است. یعنی من با این فکر کاملا راضی هستم. من نوابسته از آن که در کدام حالت چگونه طالب‌ها به سر قدرت آمدند، پیش از این با کیها مذاکره نمودند و کدام قوه‌ها دستگیری نمودند، مهم این نیست. مهمترین چیز آن است که اهالی افغانستان با وجود همه این تلاش‌ها و تلاش‌های دولت‌های ابرقدرت جهان که طول 20 سال آنها را با بهانه جاری نمودن دموکراسی به قتل می‌رساند، قتل عام، و همه وقت امروز وسایل اخباری عامه که جهانی است اسلام را به نظر بد می‌گذارند. با همه این تلاش‌ها اهالی افغانستان لایحه اسلام را دستگیری نمودند. در مورد آینده افغانستان و طالبان یگان چیزی عمیق گفتن کمی مشکل است. از سبب آنکه این حرکت خیلی گوناگون جبهه بوده، از طرفداران تفکر گوناگون درباره آینده کشور عبارت است. اینچنین میانروانی هستند که امروز با ایالات متحده شرطنامه امضا کردند و با جامعه جهانی در سیمای بعضی دولت‌ها گفت شنید میکنند و آنهایی هستند که باور کامل دارند که امروز همه کشورهای جهانی از ترس از دست دادن نظارت ریسورس‌ها و منطقه‌هایی که در زیر نظارتشان قرار دارد بر ضد اسلام همچون یک نهاد سیاسی مبارزه برده ایستاده‌اند. و اینچنین باید به قید گیریم که متاسفانه تاثیر زیاد خدمات مخصوص پاکستان نیز در حرکت طالبان وجود دارد.